دکتر محمدی، ماجرای آقای فردوسی پور چی بود؟ آقای فردوسی پور اشتباهش این بود که این برنامه رو سیاسی کرد، یه جاهایی بنظرم از دایره انصاف میداد بیرون، که درباره این خب یه مثالهای وجود داره، یه چیزی وجود داره که مثلا به عنوان نمونه یک کسی حالا توی دهاتی یا شهری اومده تو زمین چمن گوسفنده رو چرونده، اون عکس یادمه. حالا این چرونده، این عقیدش یه آدم اومده گفت آقا اینجا توی زمین چمن گوسفنده رو بچرونی این چمنا بهتر در میاد، یه تفکر دیگه. حالا این خلاف کرده، بعد کرده چند دقیقه باید ما داریم موضوع حرف بزنیم، چند دقیقه، یعنی این ارزش این اون عکس ارسالی بیننده تخلف چقدره؟ 45 دقیقه زیاده. این 45 دقیقه رفته بود. نمایی بعد پدر یعنی رودگاری اون آدم سیاه شد. یا ما الان ساعت 1 بامداد دیگه آقای درباره آقای کفاشیان حرف میزنیم. آقای کفاشیان که 9 خوابه، 9 شب خوابه. حالا میرن همسایه آقای کفاشیان الان بلند شید دارن تو برنامه 90 درباره‌شون حرف بزنن، جوابشون بدید. آقای کفاشیان میارن پشت خط ساعت 1 و 2 دقیقه بامداد تا میخوان حرف بزنن، آقا ما وقت ما نداریم دیگه، برو پیدا. آقای فردوسی پور شب ولایت حضرت زهرا علیه السلام پیراهن مشکی پوشیده بود که چرا؟ چون آقای حجازی، ناصر حجازی مرحوم شده. والا آقای ناصر حجازی آدم مهمیه، بالاخره جزو چهره‌های برجسته فوتبال و ورزش ایرانه و قابل احترامه. اما وقتی ما آقای ناصر حجازی یا بقیه بزرگان فوتبال بیاریم کنار هم، بذاریم در کنار حضرت زهرا علیه السلام، نمیتونیم بگیم که آقا این در اون ایشون رو داریم کنار، اینا مهمتر ما هستیم. یه فهرست داره، اینا رو هم انباشته میشه. خب چرا گذاشتید انباشته بشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ ایشون گوش خب خیلی نمیداد دیگه، به حال نمیداد، به هر دلیل گوش نمیداد دیگه. در دوره آقای زرقامی خب چند بار آقای زرقامی خیز برشن که برنامه 90 تعطیل بشه. حتی به ما گفت آقا امشب یه فیلم سینمایی شما آماده کنید، امشب ما 90 نداریم. 2 مرتبه 2 ساعت مونده به برنامه یا 3 ساعت مونده گفتن نه همون 90 پخش کنید. دلیل خاصی هم میآورد آقای زرقامی به اینکه نداشته باشه، مثلا بیارن ایشون تو چارچوب دیگه. بله این کردار ملی انجام شد در زمان آقای سرافراز هم ایشون بعد از عید گفتن تو اردیبهشت که برنامه 90 تعطیل رو بکنید. این تقریبا 1 سال بود بیشتر که مدیر تلویزیون بودن که در دوره ایشون هم خب محدودیت‌های دیگه توی روی برنامه انجام شد. من گفتم اجازه بدین تو ماه خرداد این برنامه این فصلش تموم میشه، ما دیگه تعطیل میشیم که دیگه به عمر مدیریت آقای سرپاس چپاپ نداد. ایشون مثلا تو همون چند وقت بایش ایشون رفتن رفتن. در دوره آقای علی عسکری هم خب همین کلکلا و این بحثا ادامه داشت و کلا سازمان از عملکردشون راضی نبود تا خورد به دوره آقای فروغی دیگه. یه در دوره آقای فروغی بین ایشون آقای فروغی این اختلافات و دعوا بالا گرفت که منجر میشد که آقای فروغی برنامه رو تعطیل کنه. تصمیم خودش بود یا نه؟ نه، تصمیم سازمان بود. تصمیم آقای فروغی نبود. این سابقه چندی ساله داشت که برنامه قرار تعطیل بشه. این قرعه خورد به نام آقای فروغی، یعنی این شاید در دوره من هم بود اتفاق میفته. ولی اگه من بودم به هر حال شاید یه جوری با آقای فردوسی پور کنار میمدم، آقا اگه میخوای کار کنی باید مثل آدم بشینی، این کارو نکنی، تایم زمان برنامه اینه، این آیتم اینه، اون اگه قبول میشه ادامه میدادیم، قبول نمیشه ادامه نمیدادیم. ولی با آقای فروغی خود به کلکل هم افتادن دیگه، یعنی و یه بهانه‌های درست شد که برنامه تعطیل بشه دیگه.
الان تو جامعه ما مثلا میان کاسه کوده‌ها رو آقای فروغی میشکنن. خب این بی‌انصافیه. یه تصمیم فرافروغیه اینجا.